سلام به تمام رفقای گل و دوست داشتنی تاپ لوکس. آقا حالتون چطوره؟ رفقا تو این ویدیو میخوام 10 تا از گرون قیمت ترین بازیگرهای مرد ایران رو بهتون معرفی کنم که نفر اول با اختلاف گرون ترین بازیگر ایرانیه. شماره 10 جواد عزتی. آقا این جواد جون ما ثابت کرده که توانایی بازی تو هر ژانری رو داره و تو هر نقشی که میره بهترین خودش رو به نمایش میذاره. برای مثال شما بازی جواد عزتی رو تو فیلم هزار پا ببینید، بعد بیاید سریال زخم کاری رو ببینید. آدم کوکوپرش میریزه از این همه تفاوت خدا. برای همین این بازیگر توانا بدون شک جز گرون قیمت ترین بازیگرهای ایرانی محسوب میشه. شماره 9 پارسا پیروزفر. این بازیگر خوشفیس ما از همون ابتدای کارش هیچ عجله‌ای برای معروف شدن نداشت و همه نقشاش رو با احتیاط انتخاب کرد و هر نقشی رو بازی نمی‌کنه. پارسا پیروزفر با بازی تو سریال یاغی دوباره استعداد و محبوبیتش رو به همه نشون داد. شماره 8 فرهاد اصلانی. این بازیگر یکی از بهترین بازیگرای ایرانیه که میتونه تو حوزه‌ها و ژانرهای مختلف بازی کنه. فرهاد اصلانی موقع بازی کردن به شدت تو نقشش فرو میره و احساساتش رو به مخاطب القا میکنه. بیشتر به نقشای جدی و منفی معروفه، ولی با بازی تو سریال هیولا استعداد طنز خودش رو هم به همه نشون داد. شماره 7 نوید محمدزاده. آقا این بازیگر تازه‌کار کشورمون با استعدادی که داشت خیلی زود به یکی از بهترین بازیگرهای مرد ایران تبدیل شد و این محبوبیت و معروفیت باعث شد تا تو لیست گرون قیمت ترین بازیگرهای مرد سینما ایران هم قرار بگیره. نوید محمدزاده تو سال 1392 با فیلم عصبانی نیستم به سینما ایران معرفی شد. آقا نفر ششم کسیه که مطمئنم همتون با فیلماش خاطره دارید و کلی باهاش خندیدید. قبل از اینکه بریم سراغش لایک ویدیو رو فراموش نکنید که خیلی بهم انرژی میده. خب لایک کردید؟ نکردید که هنوز. آقا اون لایک رو بکوب بریم سراغش دیگه. دمتون گرم. شماره 6 امین حیایی. از بازیگرای مشهور دهه 80 که تو اون زمان خیلی هم پرکار بود و تو هر فیلمی که بازی میکرده اون فیلم میترکونه. برای همین تهیه کننده با هر میزان از دستمزد هیچ مخالفتی نداشتن. امین حیایی الان کمکارتر شده ولی هنوزم جز گرون قیمت ترین بازیگرهای ایرانی محسوب میشه و محبوبیت خودش رو بین مردم داره. شماره 5 بهرام رادان. بهرام رادان از بازیگرای مرد ایرانی با بالاترین دستمزد در ایران به شمار میره. مثل بهرام اول با فیلم‌های تجاری شروع کرد و خیلی زود استعدادش رو به کارگردان‌ها نشون داد و به واسطه همین استعدادش برنده 2 سیمرغ بلورین از جشنواره فیلم فجر شد. از آثار جدید بهرام رادان میتونم به گربه سیاه و سریال جیران اشاره کنم. شماره 4 شهاب حسینی. شهاب حسینی یکی از محبوب ترین بازیگرای سینمای کشورمونه که تونسته جایزه با ارزش بهترین بازیگر رو از جشنواره کن دریافت کنه. خیلی ها معتقدن که شهاب حسینی بهترین بازیگر ایرانی و باید جزو 3 نفر برتر قرار بگیره. ولی خب گرون قیمت ترین بازیگر ایران نفر اول این لیسته که قراره با هم ببینیم. شماره 3 رضا عطاران. رضا عطاران هم جزو گرون قیمت ترین بازیگرای مرد ایرانیه که حضورش توی فیلم تضمین 100% برای فروش بالای اون فیلمه. رضا عطاران تو دهه 80 به ساخت سریال تو تلویزیون مشغول بود و سریالای خوبی هم میساخت. ولی به دلیل مشکلاتی که با تلویزیون پیدا کرد رفت سراغ بازیگری تو سینما. از اون پس رضا عطاران رو تو فیلم‌های کمدی زیادی دیدیم که بعضی از اونها عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های سینمای سال رو از آن خودشون کردن. جالبه بدونید رضا عطاران برای بازی تو فیلم هزار پا 300 میلیون دستمزد با 10% از مالکیت فیلم رو گرفته. فیلم انفرادی عطاران با بیش از 80 میلیارد فروش پرفروش‌ترین فیلم تاریخ سینما شد. شماره 2 محمد رضا گلزار. این سوپر استار سینمای کشورمون یکی از بازیگران مرد ایرانی با بالاترین دستمزد شناخته شده. هنوزم بعد از گذشت سالها و با بالا رفتن سن این بازیگر خوش‌چهره کشورمون حضورش تو فیلم سینمایی تضمین خوبی برای فروش بالاست. جالبه بدونید محمد رضا گلزار تو فیلم دموکراسی در روز روشن برای بازی 3 روزه خودش حدود 100 میلیون تومان دستمزد گرفت.
رفقا یادتون نره بعد از اینکه نفر اول رو معرفی کردم تو کامنت ها بگید ببینم کدوم یک از این بازیگرا رو بیشتر دوست دارید و معتقدید که بازی کردنشون حرف نداره و داشتن دستمزد بالا حقشونه. و اما نفر اول، گرونترین بازیگر مرد سینما ایران کسی نیست جز مهران مدیری. آقا اصلا مهران مدیری نیازی به معرفی کردن نداره که همتون میشناسید، ولی باید بگم از اونجا که این بازیگر خفنمون تو انتخاب نقش‌هاش وسواس زیادی به خرج میده و هر نقشی رو بازی نمیکنه، مخاطبینش میدونن که اگر مهران مدیری توی فیلم بازی کرده باشه پس اون فیلم خیلی خفن و به درد بخوره و ارزش دیدن رو داره. جدیدترین اثر مهران مدیری خائن کشیه که هنوز اکران عمومی نشده. آقا دمتون گرم که تا آخر ویدیو همراه هم بودید و اگه ویدیو گرون قیمت ترین بازیگرهای زن سینمای ایران رو ندیدید حتما ببینید، چون مطمئنم نمیتونید حدس بزنید که نفر اولش چه کسیه. رفقا یادتون نره که چنل تاپ لوکس رو ساب کنید که یه وقت ما رو گم نکنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.